مشکلات پرخاطره ترین شب زندگیت یادته؟ سلام به تو ارزشمندترین الماس های فرا. آرزو میکنم که تو کار و زندگی مثل الماس بدرخشین. بچه‌ها، یکی از مشکلات عروسای ما اینه که تو بهترین شب زندگیشون باید همش حواسشون به این باشه که دکولته‌شون نیاد پایین و دامنشون زیر پاشون نگیره. حتما که میدونین علتش چیه. در رابطه با دکولته و پایین اومدن و دوخت اساسی باکس که حرف خیلی زیاده و در یک پست نمی گنجه، ولی اون چیزی که میتونم راجع به دامنو بگم که اکثرشون با این مشکل درگیرن اینه که دامنو به خصوص اگر یکم هم بلند باشه، قطعا هنگام راه رفتن یکم به داخل پا میکشه و معمولا عروسا باید حواسشون باشه که با یک دستشون حتما دامنشون رو بالا بگیرن در هنگام راه رفتن، نه پله بالا رفتن. و خب این یه ایراد بزرگیه که مربوط میشه به ژپون زیر لباس، یعنی در واقع زیرساز لباس عروس. حتی اگه شما از بیرون ژپون آمادن بگیرین، یک ردیف فنر پایین ژپون داره، یعنی هیچ جا شما با این برخورد نکردین که تو ذهنتون بمونه چی کار باید بکنین. عزیزای من، لباس‌های سنگین، دامن‌های سنگین، 4 ردیف فنر پایین کار با فاصله کم میخواد که فنرهای روکش شده، یعنی فنرهای سفت، نه فنر حصیری، داخل اینها باید رد بشه و این دایره‌ای که عروس قراره توش راه بره رو کاملا حفظ میکنه. فنر بالا جایی باید باشه که عروس هنگام نشستن روی فنر نشینه، چون وقتی روی فنر میشینه جلوی لباس میره بالا. حتما که خیلی جاها دیدین که عروس وقتی نشسته جلوی دامن کاملا روی زمین قرار نگرفته و علتش اینه که فنر بالا جای خوبی دوخته نشده و باید جایی باشه که هنگام نشستن یکم بیاد بالا و عروس توی دامن بشینه، نه روی فنر. خیلی این نکات ریزه، ولی کن بازخوردش توی لباس خیلی خیلی به چشم میخوره و مشکلات زیادی رو برای اون کسی که اون لباس پوشیده ایجاد میکنه. اینو گفتم که بعد این زیرسازاتون عالی عالی از آب در بیاد، عروس خانوما دیگه مشکل راه رفتن نداشته باشن.